برقیه، تا میتونید دست نزنید. حالا یه شرایطی که میخوای خودت واکنی، اول اینکه حتما دستکش دستت کن چون با برق سر و کار داری. دو اینکه این مدل دیناما رو نمیخواد از پایه باز کنی. حالا اینا پایه سر خوده، فرق میکنه 3200. دو تا بسته کمربندی داره که یه سرش اینور یه سرش اینور، دو تا پیش 4 سو داره. با اینا خیلی راحت اینا رو شل کنید، اینا از جاش در میاد، دینام آزاد میشه. این از باز و بسته کردن دینام. ولی این دینامو نه، این دینامو حتما باید از پیچاشون باز کنیم. حالا روش تست کردنش، بخوای بیاری بیرون ببینی موتورت کار میکنه یا نه. یه دونه سیم 2 شاخه دار باید داشته باشی. حالا ما چون اینجا کارمون یه طوری که حتما باید کار فوری تست کنیم، ما حالا گیره زدیم. حالا شما با سرفیش هم میتونی یه سیم پیدا کنی، سرفیش بهش بس کنی و واسه تست کردن واسه تست کردن دینام یه دونه پایه وسط میخوره، یه پایه کنار. این 3 تا پیش داره، 3 تا جا داره، 1 2 3. وسط همیشه نول مشترک، دور تند دور کند یا برعکس. برق این دوتا خلاصه، یکیش تنده یکیش کنده. شما این دوتا رو برقا رو با هم بزنی موتورت سوخته. حتما باید یکیشون مشترک باشه. این مشترکه. شما مثلا زدی تو برق موتور کار کرد، میخوای دور بعدی رو تست کنی، از این در میاری میزنی به این یکی برق دیگه، اینو کاریش نداری، اینو دست نمیزنی. این تست کردن موتور. اگه یه موقع گیر کردی حالا هر جوری میخواستی امتحان کنی اینجوری امتحان میشه. اینم الان برق زدنش. بازم میگم این چیزا برقیه، تخصصیه، تا میتونی دست نزن. یه موقع یه جایی شرایط یه طوری بود که خواستی خودت این کارو بکنی، میتونی با این روش انجام بدی.